الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. دوستان عزیز، عیدتان مبارک. امید که عید خوش در کنار خانواده‌تان داشته باشید. لله الحمد، امروز ما پروگرام کردیم که به شهر برآمده و کمک بنیاد خیری باران رحمت را در بین کسانی که دهی روز عید به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان برآمدند تقسیم نماییم. جا دارد از کسانی که ما را در این پروگرام همکاری نموده نام برده و ابراز تشکری نمایم. برادر عزیز ما منیر جان و دوستانشان که سهم بیشتر گرفتند و همچنان یک برادر عزیز دیگه ما اسحاق جان که هم سهم گرفتند. الله متعال از شما راضی باشد و در پاداش و میزان حسنات شما بیفزاید. و سلام علیکم و رحمت الله. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. مانده نباشید باکوم است من دیگه عیدت مبارک. داخل آجیا و غازیا اگه با باران رحمت باران رحمت بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، مانی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیایید بچه سلام علیکم، عیدت مبارک. چرا حالا بریم حالا بریم کم پیدا میکنیم طرف باران رحمت رو بگرد بخواه عید خوش خدا بزرگ خوش شدی یا نه؟ ماما بیایده عیدت مبارک. داخل آجی و غازی هم تو چه گره که خونش روانت دی؟ خدا مهربان است، خوش باشید است. یعنی این 500 از طرف ماهیدی خدا فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومی تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به مادر دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم بابا جان سلام علیکم. و علیکم ایام شریف، عیدت مبارک. داخل آجی و غازی ها عیدی نکردی؟ که باشی سلام علیکم بابا، خوب هستی؟ ایام شریف، عید تبریک باشه. عید نکردی؟ نه والا چکن غریبی برآمد. یه از طریق باران رحمت خدا خوش شدی؟ قبول کنه. خدا سلام علیکم. بیایجا بابا بیایجا، خوب هستی؟ سلام علیکم. ایام شریف عید تبریک باشه. داخل آجی و غازی ها یک بار بگو باران و رحمت. باران رحمت. این از طریق عیدی برو بخیر. عیدت مبارک بابا. یک بار باران رحمت تو بگو.
یک باران رحمت خداوند سر این بگی ایدید از طرف باران رحمت درد دل افشا کن مداوا کردنش با من اگر گم کرده ای دل بابی از مو مونده نبیشی خوبی عید تبریک باشه عیدی نکردی نه والا از روزگار ضعیف خیلی نه یک دفعه باران رحمت خیر بگو بینیم خدا جور داشته باشه باران رحمت بگو الهی آمین بخیر باشید باران رحمت بگو بابا باران رحمت خیر بینیم خیر بینیم عزیزم بابا سلام علیکم ایام شریف عید تبریک باشه خدا جیا غازی ها چرا قارسی بابا جان قطره عشقی که من هستم عید نکردی تاله یعنی این توفی عیدی از طرف باران رحمت خداوند خیر بده تو حاجت خود را اجابت می کنم مانی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من سلام علیکم آقا ایام شریف عید تبریک باشه داخل آجی آقا چرا کار رسیده این باران رحمت بگو باران رحمت یعنی ایدی از طریق باران رحمت برو بگه خانه برو ایدی که درست الله ما را شکر نعمت کن غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من بابا سلام علیکم ایام شریف عید تبریک باشه تو جگر کن دوانتی جگر کن آخرت ما شما بخیر باشید زنده باشید این ایدی از طریق باران رحمت الهی من میم خداوند باران تعالی رحمت خیر دعا کن الهی من میم خداوند تعالی عمر کل زیاد کن الهی بخیر خوبی داشته باشید همیشه خوب باشید فراوان است ای انسان بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من اگر عمری گناه کردی مشو نامید عیدت مبارک باشه داخل آجی و بازی باران دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من به ما درد دل افشا کن مداوا کردنش با من اگر گم درجا. کردی ای بالا. دل کلید استجابت را بیا یک بدم یک ذره تیز ده. با ما باش پیدا کردنش با من سلام علیکم عیدت مبارک باشه پختو وای فارسی وای تو څنګه اختر مبارک شه څه کوي دلته وروره ها کوته نه دي تلای هغه واخله د عیدي د واخله سلامت اوسئ الله دې عزت وکړي دا مخه ده قامو سلام علیکم عیدت مبارک باشه داخل آجی و قاضی قامو سلام علیکم عیدت مبارک من عیدی طریق باران رحمت بخیر خوش خوشیدی برو خانه عیدی که دیگه بخیر باشید بخیر دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من به ما درد دل افشا کن مداوا کردنش با من اگر گم کرده ای دل کلید استجابت سلام علیکم درسته خوب بخیر سلامت بیار عیدت مبارک باشه خداوند تو رو خیر و تفکری میکنی تو از طرف ما این بیچاره دایی روز عید صفاکاری میکنن الله متعال توفیق نصیب کنه که ما تو کسار کمک کنیم
خسته نباشی. ایام شریف عید تبریک باشه. داخل حاجی آغازی ها چی میکنی بس؟ یه بچه نه بیره بتونیم که امروز برو ایدی که در خانه اتفاق بگو باران و رحمت زنده باد. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. عید شما تبریک. سلامت باشی. عید نکردی؟ روز چند پیدا میکنی؟ امروز یک 500 توت میری کنم؟ 500 توت خانه میری؟ نه از طریق باران و رحمت. خیر بگید خیر. برو دیگه خانه خداوند رو دیگه. قبول کنه. خداحافظ. خیر باشید بخیر. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشونومی تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما مصفا کردنش با من. به مادر افشا کن کردنش با من. اگر گم کرده کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. بابا بیای جان. سلام علیکم. ایام شریف عیدت مبارک. داخل حاجی و غازی ها چی میکنی در روزی چی؟ والا چی کنی در خانه؟ چند پیدا میکنی؟ حالا 300 کار کنی در میری خانه؟ نه هستم تا شام بازان هستم. یعنی 500 از طرف ما دیدی. برو امروز خانه ایدی که تداشته کار. الله حافظت. خانه کنده. ماما بیایید. سلام علیکم. ایام شریف دادا و تا قبول. داخل حاجی و غازی ها چی میکنی؟ بسکیت میفروشی؟ یک دانه بسکیت رو چند میفروشی؟ بیار یک دانه بسکیت. روز چند کار میکنی؟ دلت را خانه بابا ما ایدی میدی؟ مصفا کردنش با من. به مادر دل افشا کن مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با استاد که این بایسکل تا کار داره. پیدا کردنش با من. گناه کردی بیای جا. روزی کجا رو آمدستی؟ داخل حاجی و غازی ها. با کاری جای رفته بودی؟ طرف خانه مال میگی؟ خانه میگه. خرید کردی هم آدم خرید چه کردم میتونم. بیشک بیشک خدا که مهربان کی دیگه خرج باران و رحمت ایمان نصیبت. خدا ایمان نصیبت. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من چرا خارجی؟ حاجت خود ایام را شریف عید مبارک. داخل حاجی و غازی ها. میکنم باران رحمت کنه بیایی طلب باران رحمت آنچه کنه. میخواهی مهیا کردنش با من.
بیا قبل از ایام شریف وقوع مرگ عیدت مبارک روشن خوب هستی؟ کن عیدی نکردی؟ عید نکردی؟ والا بچه نیک و بد را روز جمع یک عیدی خود یکی بخیر یاد بگی از طرف باران رحمت چو خوردی باران رحمت تو بگو روزی امروز ما را شکر نعمت خدا کن نگاهیتان کنه غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت مادر با باشه ایام شریف داخل آجی و غازی های تبریک باشه چی میکنی اینجا گرد؟ طرف خانه نرسی؟ نه والا دیگه تو میکنی خانه؟ نه بگیریم که چی تو دیگه برو خانه برو به حرکت تو بخیر ما ببینیم برو بخیر برو الله حافظ به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان بخوان این آیه را تفسیر سلام علیکم ایام شریف داخل آجی و غازی های تبریک اگر عمری گناه کردی مشو نامی تو از رحمت تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با عید تبریک باشه باران رحمت کنه باران رحمت باران رحمت کنه برسید بخیر خیر عیدی از طرف ما تقیم و غیرت خیر باشه دعوا کردنش با من اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من عید تبریک باشه داخل آجی و غازی هم باران رحمت یکی خدا نشرمانتان اقبالتان بلند خدا حافظ با حشر مولا برسه خیراتتان قربانتان ما کن مصفا کردنش با من به ما درد دل افشا کن مداوا کردنش با من سلام علیکم ورحمت الله ایام شریف عید تبریک داخل آجی و غازی بسته شعار گشتیم عید لحظه با ما باش پیدا کردنش با من والا اگر روزگار خوب میبوده خدایری سرک در روز عید نمیشه والا قدر معلوم نیست خداوند دیگه قدر 5 سگم برابر کرده سگم برابر کرده بیفشان قطر عشق که من هستم خریدارش بیا قطر غیر برد دالک برو به حرکت تو طرف خانه با فامیل دیگه غیرت میمونی غیرتی در رفت الله خدا باشی خیر آنچه میخواهی مهیا کردنش با من بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن مخور هرگز که فردا خوردنت با من الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر بابا سلام علیکم خواستی ایام شریف تا خدا و نماز سلام قربانه که علیکم داشتم بچه سلام بده قربانه که داشتم خیلی جای بده دشتی دیگه ولا جی صاحب خرچه میچی نبود پای ما کنسر شده است
نمیتونم رفته در مارکت همین جشیشتون گفتم خدا پیش باید گفتم خیر فایده نداره خدا بینی دار خدا تعالی به دربارش قبول بگردم خدا تعالی خیر مشو نامی تو از رحمت تو توبه نام را بنویس و امضا کردنش با من ایام شریف عید تبریک باشه داخل حاجی و غازی مصفا کردنش با من به مادر دل افشا کن مداوا کردنش با من اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش سلام علیکم و رحمت الله بیانی لالا میتایی در گوام تو بر ما بیجی سلام علیکم تو بسی میتایی در گوام تو پیسا ندارم چطور میشه بیجی پیسا ندارم پیسا آی صدقه زیر قم افغان غیرت بلند نه یک گیدی از سلیف باران رحمت باران رحمت باران رحمت بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من چه خوردی روزی سلام علیکم ایام شریفی در شکر این روزی در خدمت هستی خداوند تو را خیر بسار خداوند اجر بده در دوستای برکت حکومت میکنی یکی دیگر کس از طرف ما خداوند قبول کنه یک باران رحمت بده باران رحمت الله یمین الله الله اکبر الله خیرفتر مبارک شه خدای با خودسات تو مبارک تخه زاغا بچیان تو لو بدا کبار دبا کور بلند بلند پدی اگه یا تو خبروات کړه ولی کور ته نه ځي کور ته خو په غریبي نه کړه ها خدای او فنامه همسر من بیچاره ناجور علی مصفا کردنش با سلام علیکم دل افشا کن مداوا کردنش با من اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من الله اکبر الله بنوشی بابا می‌بینید عید مبارکی کنید بیا ایام شریف عید مبارکی نمی‌کنید با ما خواهد باران رحمت رو بگو باران رحمت رو بگو رحمت باران عید مبارک ایام شریف چی می‌کنی اینجا؟ ساعت نگان بار مار میشه مایره بگیدی یک بیوه و یتیم دگاه ما سگه کمک یک دعا خب تا یکی ده دارم. الهی هیچ دنیا را بخوری آخرت را ببری کامیاب کنی بابا سلام علیکم اختر دی مبارک شه خوبی تبریک باشه داخل آجا و تبریک باشه تو دیروزی سرگردان روان هستی در روز عید خو من یک تا بچه خرد دارم دیگه زیاد مریض هم هستم برام کردنش با به مادر دل افشا کن مداوا کردنش با من اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من پیسه بدید برو خانه برو خانه ایدی کتون ایام شریف عید تبریک داخل آجا و غازی ها چی میکنی جمعچیگری میکنی؟ چی؟ امروز ایدام روز چند پیدا میکنی؟ میکنم یک کجاش هست حالا کجا میرفتی؟ خانه برفتم یعنی پنسگیر از طرف مویدی میگی
باران رحمت خوب بود. یک باران رحمت. عشقه که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، آنی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله. لله الحمد. به توفیق همکاری الله متعال امروز ما در روز عید باز هم تانستیم از طریق بنیاد خیری باران رحمت لبخند بر فقیرترین و بیچاره‌ترین کسایی که حتی در روز عید هم اینا در روی سرک برآمده بودن به خاطر کار آوردیم و تانستیم که اکثریتشان با لبخند به طرف خانه‌هایشان روان کنیم. یک تحفه عیدی را برشان دادیم. جهان سپاس از کسایی که ما را کمک کرده بودن. ما در روز سوم عید قرار داریم و این توزیع را انجام دادیم. الله متعال به دربار خود قبول کنه و تمام کسایی که در این پروگرام سهم گرفته بودن، سهم مالی، سهم فیزیکی، الله متعال جنت فردوس نصیب شد. السلام علیکم و رحمت الله.